میان کوههای بلند و جذاب قفقاز و جنگل‌های سبز و دریای سیاه کشوری قرار داره که برای مسلمانان و ایرانیان ناماشناست. کشوری پر از حقایق با تاریخی کمتر شنیده شده. کشوری که بر پرچم آن یک صلیب بزرگ و 4 صلیب کوچک قرار داره. کشوری که قوانین اون کاملا سکولار و با دین بیگانه است، ولی در برخی از شهرهای آن روز عاشورا تعطیل رسمیه. کشوری که در میان آسیا و اروپا قرار داره، ولی در قلب آن زیارتگاه‌هایی با ضریحی با شکوه قرار گرفته. کشوری که در کلیساهای آن به مناسبت اعیاد مسلمانان قرآن خوانده میشه. گرجستان کشوری خوش آب و هوا و در بین کوههای قفقازه که از غرب با دریای سیاه، از شمال با روسیه، از جنوب شرق به جمهوری آذربایجان و از جنوب با ترکیه و ارمنستان هم مرزه. پایتخت این کشور شهر تفلیسه و در تکاپوی عضو اتحادیه اروپا شدنه. طبق آخرین آمار رسمی جمعیت گرجستان حدود 5 میلیون نفره. بر اساس آمار سال 2002 میلادی اکثر مردم گرجستان مسیحی بوده و پیرو کلیسای ارتدوکس گرجی هستند. حدود 11% جمعیت گرجستان نیز مسلمانند که اغلب آنان شیعیان هستند. بعد از ارتدوکس، اسلام بزرگترین اقلیت دینی گرجستان محسوب می شود. طبق ادعاهای مسلمانان گرجستان و برخی اسلامگرایان در طول تاریخ 17 تا 25% گرجستان را مسلمانان تشکیل می دادند که اکثر آنان شیعه بودند. در حال حاضر جمعیت شیعیان را بین 7 الی 15% جمعیت گرجستان شمردند. طبق گزارش مرکز بین المللی مطالعات صلح، جمعیت شیعیان دست کم 500,000 نفر و طبق برخی منابع غیر رسمی مانند خبرگزاری حوزه 700,000 شمرده شده است. جمعیت مسلمانان را آذربایجانی‌های گرجستان و دیگر اقوام ساکن در این کشور از جمله آجاریا تشکیل می‌دهند. شیعیان گرجستان در بازیابی هویت خود از پیشگام‌ترین گروه‌های جمعیت این کشور بودند که علی‌رغم مواجهه با برخی منابع ایجاد شده، در همین دوره توانستند دولت سکولار و لایک را به پذیرش رسمی تشکیل سازمانی به نام اداره مسلمانان گرجستان متقاعد کنند که بعدها به صورت رسمی تر زیر نظر حکومت قرار گرفت. در واقع تشکیل چنین سازمانی اختلافاتی میان نمایندگان این سازمان و مسئولان اداره مسلمانان قفقاز ایجاد کرد که همیشه در نزاع بودند. اداره مسلمانان قفقاز واقع در شهر باکوی جمهوری آذربایجان و با داشتن نمایندگی در گرجستان و چند کشور دیگر خواستار توقف چنین سازمان مستقلی شده‌اند و بر این باور است که امور مسلمانان گرجستان باید به اداره مسلمانان قفقاز موکول شود. سازمان‌های دیگری تحت عنوان اداره دینی عالی مسلمانان سراسر گرجستان و اداره اتحاد مسلمانان کل گرجستان نیز تشکیل داده شده‌اند. گرجستان دارای تاریخی نشان دهنده صلح و آرامش بوده است. از حمله مغول به بعد این کشور تاریخی پرفراز و نشیب را به ایستادگی در برابر حملات ایرانیان، عثمانی‌ها و روس‌ها گذرانده است. اوج ارتباط فرهنگ این کشور با شیعیان در دوره صفوی است
در حالی که میان ایران و گرجستان پیوند عمیقی ایجاد کرد و امروزه 2500 کلمه فارسی در واژگان زبان گرجستانی وجود دارد که میتوان به کلماتی همچون پنجره، حوض، پاسخ، آدم، شلوار، جریمه، ساعت، اتاق، توتی و غیره اشاره کرد. شیعیان کشور گرجستان باقی مانده از حضور صفویان در آن کشورند. بعد از قرارداد گلستان در زمان فتحعلی شاه قاجار ارتباط با مردم این کشور و شیعیان کمرنگ شد. قبل از حضور صفویان اسلام در برهه‌های مختلفی از تاریخ وارد گرجستان شده است. بسیاری از مورخان به این مسئله پرداختند که جزئی از سرزمین‌هایی بوده که در دوره حکومتی عثمان بن عفان به آن حمله شده است. اگر این ادعا شامل تمامیت گرجستان امروزه نشود، ولی شرق این کشور و اطراف آن را در بر می‌گیرد. در نهج البلاغه نامه‌ای از امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام به والی خود در آذربایجان نقل شده است. برخی شارحان نهج البلاغه احتمال دادند که گرجستان امروزه و اغلب سرزمین‌های قفقاز تحت عنوان آذربایجان بوده است. اما در ناسخ التواریخ آمده است بین سال 60 تا 65 هجری این سرزمین به قلمروی مسلمانان افزوده شده است. سپاهیانی که به گرجستان رسیدند گویا رفتار مناسبی نداشتند و باعث شد که مردم آنجا با اسلام تعامل قابل توجهی نداشته باشند. برای همین آثار چندانی از اسلام قبل از صفویه در گرجستان موجود نیست، ولی پس از آن مردم گرجستان به سمت شناخت اسلام همت بستند. برخی تاریخ نگاران اعتقاد دارند پس از دوره صفویه مفهوم اسلام نزد گرجستان از اسلام اعراب به اسلام ایرانیان که تمام تشیع است تغییر یافت و این جهش باعث گسترش اسلام در گرجستان شد. فرهنگ شیعی نیز مانند ساخت و ساز مساجد به سبک ایرانی، اسلامی، عزاداری امام حسین علیه السلام، آداب و احترام مخصوص به سادات و همچنین تعظیم آرامگاه‌های بزرگان جای خود را در گرجستان پیدا کرد. قدیمی ترین اسنادی که درباره عزاداری‌های سنتی به دست رسیده است، تصاویری از عزاداری قمه‌زنی و سینه‌زنی مردم گرجستان است. بسیاری از مورخان بر این باورند که برگزاری قمه‌زنی به شکل امروزه توسط شیعیان در گرجستان بوده. پس از آن این مراسم وارد آذربایجان و ایران و جزئی از فرهنگ عزاداری آنان شده است که اکنون دنیا شاهد برگزاری این مراسم در سراسر بقای خود است. دسته های عزاداری و سینه‌زنی و نوحه خوانی نیز از فرهنگ مواسات شیعیان است که مردم گرجستان به آن پایبند هستند. هر سال شیعیان و پیروان اهل بیت علیه السلام در گرجستان در ماه محرم و صفر سال روز شهادت‌های معصومین صلوات الله علیهم به اقامه عزا می‌پردازند و مانند دیگر شیعیان در سراسر جهان سوگوار و عزادار
و ذریح در خاک خود جای داده است که محل زیارت پیروان اهل بیت علیه السلام می باشد. مقبره سید لر به معنای مقبره سادات در شهر مارنئولی قرار گرفته که محل زیارت و تجمع شیعیان گرجستان است. این مقبره متعلق به 3 برادر و 1 خواهر سید اهل خوی است که 10 سال پیش در گرجستان از دنیا رفتند و آنجا به خاک سپرده شدند. مسجد جامع تفلیس با 2 محراب شیعیان و اهل تسنن در قلب این شهر قرار دارد. این مسجد سابقه 400 ساله داشته که دیوارهای آن مملو از احادیث و حدیث نبوی انا مدینة العلم و علی بابها و انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی در دیوارهای مسجد چشم هر بیننده‌ای را نورانی می کند و قرآن، مفاتیح، مهر و سایر امکاناتی که نیاز یک مسجد است در آن وجود دارد. مسجد دیگری در شهر تفلیس قرار دارد که تحت نظر مرحوم آیت الله عظمای حکیم ساخته شده است. در شهر مارنئولی که اغلب جمعیت آن شیعه است، مراکز بیشتری وجود دارد که برخی از آنان مؤسسه اهل بیت وابسته به مجتمع جهانی اهل بیت علیه السلام است. انجمن جوانان مسجد امام علی علیه السلام، مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام که این مسجد حدود 200 سال قدمت دارد و پس از سقوط کمونیسم بازسازی شده است. مسجد حضرت رسول در 10 کیلومتری مارنئولی. مسجد امام حسین حدود 150 سال سابقه داره و به دست یک روحانی تحصیل کرده در ایران ساخته شده. در دوره کمونیست‌ها به خرابه‌ای تبدیل شده بود که توسط مؤسسه آل البیت بازسازی شده. مدرسه امام رضا علیه السلام نیز محل تحصیل طلاب اهل گرجستانه. در شهر گاردابانی نیز 2 مؤسسه فعالیت می‌کنند که عبارتند از مؤسسه حکمت اهل بیت علیه السلام و مؤسسه الحکمه و همچنین جمعیت الزهرا سلام الله علیها برای فعالیت زنان مسلمان تأسیس شده است. گرجستان اصولاً کشوریه که برای ایجاد اتحاد و همبستگی بین ادیان کوشیده و ترکیب جمعیت خود از ادیان و مذاهب مختلف در کمال صلح و مسالمت را مایه افتخار می‌داند. بنابر گزارش رسمی ایران، دولت گرجستان $1,000,000 بابت بودجه سالیانه امور دینی مسلمانان اعم از سنی و شیعه اختصاص داده. در بین ادیان و مذاهبی که در گرجستان وجود دارند، شیعیان نیز در آزادی کامل قرار گرفته و مورد احترام و تقدیر حکومت گرجستانه. گزارش شبکه رسمی حکومت گرجستان از اربعین حسینی بیانگر توجه شخصیت‌های سیاسی و دینی این کشور به شیعیانه. 4 სექტემბერი, ერაყი, ქალაქი ქერბალა, შიიტი, მუსლიმი პილიგრიმების მრავალსაუკუნოვან ყოველწლიურ მსვლელობას არბაინს კიდევ ერთხელ მასპინძლობს. სიტყვა არბაინი არაბულად მე-40-ს ნიშნავს. ანუ შიიტი მუსლიმები ყოველ წელს შუამავალი მუჰამედის შვილიშვილი იმან ჰუსეინის დაღუპვას და მე-40 დღეს აღნიშნავენ. ერაყის ქალაქებში ნაჯაფსა და ქერბალაში შიიტთა მთავარი სიწმინდეებია თავმოყრილი. ამ ადგილებში ყოველწლიურად მილიონობით პილიგრიმი ჩადის. შიიტური სამყაროსთვის 2 მნიშვნელოვანი ფიგურაა. პირველი იმამი ალი იბნ აბუ ტალიბი და მისი შვილი ჰუსეინი. ქალაქ ნაჯაფიდან, სადაც იმამია დაკრძალული, მომლოცველები ფეხით მიუყვებიან 100 კილომეტრიან გზას ქარბალასაკენ. ქარბალა კი, სადაც ჰუსეინის საფლავია, შიიტების ერთ-ერთი მთავარი სალოცავია. პილიგრიმების მსვლელობა ჰუსეინის წამებისა და სიკვდილის დღეს უკავშირდება. ამ დღეს ერაყში სამეცნიერო კონფერენციებიც ეწყობა, რომელშიც ქრისტიანი მღვდლებიც მონაწილეობენ. წელს ქარბალაში 30 მილიონზე მეტი მომლოცველი შეიკრიბა, მათ შორის ქართველი მუსლიმებიც იყვნენ. اسقف اعظم مسیحیان گرجستان مالخاز که رهبری مسیحیت رو در اون کشور در دست داره و یکی از مترجمان انجیل و شخصیت‌های برجسته کشور
به شمار میره، مکرراً به زیارت معصومین به ویژه امام حسین علیه السلام مشرف شده. بنا به نقل سایت رسمی حرم مطهر حسینی، وی ضمن حضور در حرم ملکوتی سیدالشهدا علیه السلام و موزه مربوط به آن گفته که ذبیح الفرات یا همون کشته رود فرات که در انجیل اومده قطعاً امام حسین علیه السلامه. همچنین وی ضمن حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی اذعان کرد که تجربه من در پیاده‌روی اربعین یکی از عمیق‌ترین تجربیات من در زندگی بوده. وی افزود زائران اربعین با وجود کثرت تعداد و ملیت و قومیت از طایفه گرایی و نژاد پرستی صحبت نمی کنند، بلکه درد مصیبت کربلا و اصول انسانی آنها را دور هم جمع می کند. از وی ویدیویی نیز منتشر شده که آیاتی از قرآن تلاوت میکنه و سپس عید فطر را به مسلمانان تبریک میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. زازواشا قمادزه رئیس آژانس ادیان گرجستان با انتشار پیامی در صفحه فیسبوک ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام را به شیعیان تبریک میگه. در این پیام اومده امروز مسلمانان شیعه تولد اولین امامشان علی ابن ابی طالب را جشن میگیرند. بر اساس منابع معتبر اسلامی، علی اولین کسی است که اسلام را قبول کرد و در دنیای اسلام وی از لحاظ سیاسی و دینی نقش و اهمیت بسزایی دارد. گزارش‌های رسیده از احترام مسئولان بلندپایه گرجستانی نسبت به فرهنگ شیعه در اون کشور نشون میده که گسترش شیعه در آینده قابل توقعه. گرجستان نمونه ای از ده‌ها کشوریه که تحولات جغرافیایی و سیاسی اون لطمه‌ای به اصالت شیعه وارد نکرده. پس از فراز و نشیب‌های بسیار، شیعیان گرجستان توانستند جایگاه خود را در اون کشور ثابت نگه دارند و فرهنگ خود را در بین فرهنگ‌های اصیل مطرح کنند.